short supply. Teaching notes or sharing tips on how to rig an eye. Knowing how is key, but doing is another world. And it also pays better, or so I'm told. So learn the basics and dive right in and start creating assets for an epic work of art. With Blender, there's no limitations, only the time it takes to animate and render the scene. With Blender, some imagination, you might just get closer or further or different from reality. سلام سلام سلام. بله، جذابیت و سرگرمی دوباره به دنیای سه‌بعدی برگشت. مدت‌ها همه ما منتظر انتشار نسخه نهایی بلندر 2.80 بودیم و بالاخره این اتفاق افتاد. خب این برای همه ما یک روز مهمه و ما هم قصد داریم دوره آموزش مقدماتی نرم افزار بلندر 2.8 رو از امروز آغاز بکنیم. خب برای دوستانی که نمیدونن باید بگم که بلندر یک نرم افزار بسیار قدرتمند در دنیای CG، یک پکیج کامله برای ساخت محتوای سه‌بعدی و در این حال رایگان و اوپن سورس. بلندر در دسته نرم افزارهای آزاد قرار میگیره و به شما این امکان رو میده تا هر استفاده‌ای که میخواین ازش بکنین. این نرم افزار برای ساخت محتوای سه‌بعدی و حتی تولید انیمیشن های 2 بعدی بسیار قدرتمنده. حالا اگر که میخواین اطلاعات بیشتری رو در مورد این نرم افزار پیدا بکنید، میتونید به ویدئویی که در همین کانال منتشر کردم با عنوان بلندر چیست و آیا بلندر نرم افزار قدرتمندی است مراجعه بکنید و اطلاعات کاملی رو در مورد نرم افزار بلندر بگیرید. خب دیشب نرم افزار بلندر نسخه 2.80 منتشر شد و بر روی سایت قرار گرفت. در این ویدیو ما نحوه دریافت، نصب و اطلاعات اولیه‌ای که بعد از باز کردن افزار بلندر بهش نیاز دارین رو با هم مرور میکنیم. خب بریم سراغ سایت بلندر. بلندر رو باید از سایت بلندر یا سایت بنیاد بلندر به آدرس blender.org دریافت بکنید. خب شکل و شمایل سایت هم بعد از انتشار نسخه 2.8 تغییر کرده. وقتی که سایت رو اسکرول میکنید و به پایین میایید یه توضیحاتی رو در مورد امکاناتی که در داخل بلندر قرار داره نوشته و عنوانش هم هست که هر چیزی که شما بهش نیاز دارید و واقعیت هم همین هست. بلندر با در اختیار داشتن ابزارهای متعددی که در داخل خودش گنجونده شما رو از نرم افزارهای دیگه کاملا بی‌نیاز میکنه. شما همه مراحل تولیدتون از پیش تولید مثل تهیه کانسپت ها و اینها تا پس تولید مثل کامپوزیت و تدوین رو میتونید در نرم افزار بلندر انجام بدید. خب وقتی که وارد سایت بلندر میشیم از دکمه‌ای که در اینجا قرار داره و همچنین منوی دانلود میتونیم به بخش دانلود نرم افزار بلندر بریم و در بخش دانلود نرم افزار بلندر میتونیم که بلندر 2.8 رو دریافت بکنیم. خب با کلید روی این دکمه میتونیم بلندر رو بگیریم، اما با کلید روی این دکمه نسخه نصبی نرم افزار در اختیار ما قرار میگیره بر اساس سیستم عاملی که شما دارید ازش استفاده میکنید. در حال حاضر من دارم از یه ویندوز 64 بیتی استفاده میکنم و خب تشخیص میده و به من میگه که این نسخه رو میتونید دانلود بکنید. جالب اینه که حجم فایل نصبی این نرم افزار فقط 84 مگه. یک بخش دیگه اینجا قرار داره که با باز کردن شما میتونید برای سیستم عامل های دیگه هم نرم افزار بلندر رو دانلود بکنید، مثلا برای سیستم عامل مک، برای لینوکس و برای استیم. همچنین که سورس خود نرم افزار هم در اختیار شماست. خب در بخش ویندوز ما میتونیم هم از نسخه 64 بیتی و هم از نسخه 32 بیتی این نرم افزار استفاده بکنیم و همونطور که میبینید یک نسخه اینستالر داره و یک نسخه زیپ که نسخه زیپ اصطلاحاً نسخه پورتابل گفته میشه. خب بریم جلو. سایت از این بخش نیو این بلندر
صفحاتی رو در اختیار ما قرار داده که میتونیم بریم و اطلاعات دقیق‌تری در مورد نسخه جدید بلندر ببینیم. خب یک بخش 2.8 هست که باز اطلاعات خلاصه شده ای رو در مورد بلندر در اختیار ما قرار میده. اینترفیس بلندر که از نسخه 2.7.9 به 2.8 چه تغییراتی رو داشته، ورک اسپیس بلندر، امکانات اسکالپ و امکانات ویوپورتش، گیزموها، ابزارها و به صورت کلی توضیحاتی رو داده. سایکلز قدرتمند توضیحاتی رو داده. همچنین در بخش فیچرز میتونید این اطلاعات رو با جزئیات بیشتر بررسی بکنید و از منوهای بالا اطلاعات دقیق‌تری رو در مورد نرم افزار بگیرید. خب ما در این صفحه دریافت نرم افزار بلندر بخشی هم به عنوان گرفتن نسخه های اکسپریمنتال نرم افزار بلندر داریم. این نسخه هایی که در حال دیولپ شدن هست و معمولا به صورت روزانه به اسم دیلی بیلد منتشر میشه. خب با کلید روی این بخش وارد بخش دانلود نسخه های اکسپریمنتال میشید و همونطور که میبینید بعد از انتشار نسخه 2.8 دیگه ما باید بریم سراغ ورژن 2.8.1 و بلافاصله دیولپرهای بلندر شروع به توسعه بلندر برای نسخه 2.8.1 کردن. خب برمیگردیم اینجا و بیایم به این منوی بالا. همونطور که گفتم شما میتونید از اینجا نرم افزار رو دریافت بکنید و حالا بعد از دریافت نرم افزار بریم ببینیم که چجوری نرم افزار رو میشه نصب کرد. خب این فایل اینستالر نرم افزار بلندر هست و این هم فایل پورتابل نرم افزار بلندر که من هر دو رو دانلود کردم. برای استفاده از فایل پورتابل شما میتونید این فایل رو در هر استوریجی و حتی در مموری استیکا بریزید و فقط کافیه که آنزیپش بکنید. من میذارم اکسترکت و فایل زیپ رو اکسترکت میکنم. خب بعد از اکسترکت شدن شما یک فولدر دارید که بعد از باز کردنش وقتی به داخلش بریم تمام فایل های اجرایی نرم افزار بلندر یکجا در اختیار شماست و فقط با کلیک کردن بر روی بلندر اگزه نسخه 2.8 نرم افزار بلندر به صورت پورتابل باز میشه. در این روش شما دیگه نیاز به نصب نرم افزار بلندر ندارید و کاملا پورتابل و فقط با کپی کردن فایل های اجرایی نرم افزار بلندر در هر بخشی از هاردتون و استوریجتون که بخواید میتونید نرم افزار رو باز بکنید و ازش استفاده بکنید. خب بریم سراغ فایل نصبی نرم افزار بلندر. من دبل کلیک میکنم، فایل باز میشه، در اختیار من نکست رو میزنم، اکسپت، مراحل رو جلو میرم، محل نصب نرم افزار رو میتونم انتخاب بکنم، دوباره نکست رو میزنم و میزنم اینستال. خب زمان اندکی طول میکشه که نرم افزار برای شما نصب بشه و بلافاصله که نرم افزار نصب بشه آیکون نرم افزار برای دسکتاپ شما قرار میگیره. فینیش رو میذارم و با دبل کلیک کردن میتونید وارد نرم افزار بلندر نسخه نهایی 2.80 بشید. نرم افزار به سرعت بالا میاد و ما با چیزی شبیه این چیزی که شما دارید میبینید مواجه میشیم. خب این صفحه‌ای که در وسط نرم افزارمون هست اصطلاحاً بهش اسپلش اسکرین گفته میشه. اگه ما خارجش کلیک بکنیم از این صفحه خارج میشیم و میتونیم دوباره از طریق این آیکون بلندر این بالا اسپلش اسکرین رو صدا بکنیم. ببینیم اسپلش اسکرین چی است. خب یه رندره که خب از آخرین ساخته استودیو بلندر به اسم بهار یا اسپرینگ به عنوان عکس اصلیش در نظر گرفتن. اسم نرم افزار و نسخه نرم افزار هست. خب یک بخش نیو هست که شما میتونید از این بخش پروژه‌تون رو برای کاری که میخواین انجام بدید به صورت پروژه جدید باز بکنید. خب مثلا جنرال برای اینه که شما همین فضای اصلی رو باز بکنید. میتونید برای انیمیشن 2D نرم افزارتون رو باز بکنید. من اگه بزنم میبینید که آماده میشه واسه انیمیشن 2D من یا واسه اسکالپ و یا واسه VFX ویدیو ادیتینگ یا هر کار دیگه‌ای که مد نظرتون هست و اون موقع میخوان با نرم افزار انجام بدین. خیلی خوب، همینجور که بیایم پایین خب بخش بعد مربوط میشه به اوپن کردن. یعنی در واقع از این طریق شما میتونید پروژه هاتون رو باز بکنید و ازشون استفاده بکنید. کنترل او هم شورت کیش هست. و این طرف که بیایم ما پروژه هایی که قبل از این داشتیم روش کار میکردیم رو در اختیار ما قرار میده. یه تعداد محدودی 5 تا پروژه رو، یعنی در واقع 5 تا پروژه آخری که ما داشتیم ازش استفاده میکردیم در اختیار ما هست که با کلیک کردن میتونیم بریم داخلش و
یک بخش ریلیز نوت داره که توضیحاتی رو در مورد آخرین نسخه‌ای که در اختیار شماست و دارین ازش استفاده میکنین قرار میده و شما میتونید از طریق اتصال به اینترنت اطلاعات رو بگیرید. و یک بخش دیولپمنت فاند که مربوط میشه به حمایت مالی از توسعه نرم افزار بلندر که باز این هم شما رو هدایت میکنه به یک پیج در صفحه بلندر. خب یه ریکاور لاست سشن رو داریم. اگر احیانا نرم افزار شما به طور ناگهانی مثلا بر اثر رفتن برق یا اتفاقی کامپیوترتون نرم افزارتون رو بست، میتونید با کلید روی ریکاور لاست سشن برید و تا آخرین تغییراتی که نرم افزار درون خودش نگه داشته رو بتونید دوباره لود بکنید، در واقع پروژهتون رو ریکاوری بکنید. خب وقتشه که با یک بخشی در دوره آموزشیمون آشنا بشیم به اسم بولت تایم که در این بخش ما یک معرفی های خیلی کوتاه و یک توضیحات خیلی کوتاهی رو در لابلای آموزشمون میدیم. این توضیحات ممکنه که مربوط به شورت کی ها بشه، استفاده از ابزارها باشه، یا توضیحاتی عمومی در مورد اون بخشی که داریم با هم دیگه میبینیم. پس از بولت تایم ها به عنوان بخش های میانی و کمی هم زنگ تفریح میتونید استفاده بکنید و اطلاعات بیشتر و توضیحات بیشتری رو در مورد هر بخش ببینید. این بولت تایم در مورد ریکاور کردن فایل های شما در نرم افزار بلندر. Bullet time started. علاوه بر این که میتونیم از ریکاور لاست سشن استفاده بکنیم، میتونیم به بخش فایل بریم. در بخش ریکاور یک بخش اوتو سیو هست که من میتونم برم اوتو سیوی که نرم افزار از پروژه‌ای که دارم کار میکنم رو تا آخرین لحظه گرفته ازش استفاده بکنیم. خب حالا ما میتونیم بیایم در بخش پرفرنس و بیایم توی بخش سیو اند لود و در بخش اوتو سیو تایمش رو کم یا زیاد بکنیم. ممکنه شما پروژه‌ای رو باز بکنید و ببینید که ای وای چرا اینجوری شده، یا اشتباهاً این پروژه رو سیو کرده باشید. در فولدری که مربوط به این پروژه هست یک فایلی کنار فایل پروژه اصلیتون با فرمت بلند وان قرار گرفته. اگر پروژه رو رینیم بکنم، مثلا بذارمش 2 و فرمتش رو هم رینیم بکنم و درگ بکنم، میتونم اوپنش بکنم. میبینید که آخرین وضعیتی که قبل از باز کردن پروژه من روی پروژم داشتم در اختیار من قرار میگیره. Bullet time ended. در انتها من یه توضیحی رو بدم. بچه ها خیلی پرسیدن در مورد ویدئویی که در ابتدای دوره آموزشی نمایش داده میشه. بله، این ویدئو به صورت اختصاصی برای این دوره آموزشی ساخته شده. در واقع توسط خود نرم افزار بلندر ما این ویدئو رو برای شما ساختیم، انیمیت کردیم. تو این دوره همونطور که گفتم قرار هست که همین رباتی که داریم میبینیم رو بسازیم، ریگش بکنیم، با انیمیت آشنا بشیم و با رندرینگ. و بعد از اینکه این انیمیت رو انجام دادیم که خب این لوگو هم برای این دوره طراحی شده اصولا، رفتیم و در نرم افزار افتر افکت کامپوزیتش کردیم، افکت‌ها رو اضافه کردیم، یه حالت اولد مووی رو بهش دادیم و همونطور که می‌بینید کپشن‌ها بهش اضافه شده، لوگوها بهش اضافه شده و بعد با استفاده از نرم افزار آودیشن صداگذاری رو روش انجام دادیم که خب صداگذاری نسبتاً پرکاری هم داشته و همینطور یه اصلاحاتی که در انتها در نرم افزار پریمیر انجام دادیم و برای خروجی آمادش کردیم تا به عنوان لوگو و آرم استیشن برای این دوره آموزشی ازش استفاده بکنیم. ممنونم. میریم و کار اصلیمون رو در داخل نرم افزار بلندر در قسمت بعد ادامه میدیم.